توبه در رحمت الله. الله متعال در قرآن کریم می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الله يحب التوابین صدق الله العظیم. یعنی همان الله توبه کنندگان را دوست دارد. مهم نیست چقدر اشتباه کردی، مهم این است که به سوی الله برگردی. شیطان میخواهد انسان را گمراه کند، اما رحمت الله متعال بزرگتر از همه گناهان است. الله متعال میفرماید کسی که از گناه توبه کند مانند کسی است که گناهی نداشته است. اگر دلت سنگین است، اگر از اشتباهایت خسته شدی، در توبه هنوز باز است. شاید یک استغفرالله صادقانه زندگی انسان را تغییر بدهد. خدایا گناهانمان را ببخش، دلهای ما را پاک بگردان و ما را از بندگان توبه کنندگان نزدیک به خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستای عزیز، هر کس که درسای آنلاین میخواند در این شماره واتساپ من به تماس شود. انشاءالله مشکلشان حل میشود.